الحميد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. دایات قبلی الله متعال مسائل انفال و مسائلی که سبب نزاع صحابه کرام میشد او را مکمل بیان کرد. پس از او الله متعال امر جهاد برای مجاهدین داد که شما جهاد بکنید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. از این معلوم میشه که الله متعال وعده نصرت و کامیابی و فتح را برای مسلمان ها کرده، در صورتی که در خط مستقیمی که الله تعیین کرده روان باشه. و اینمی فتوحات مسلمان ها سبب حاصل شدن غنیمت های خیلی زیاد میشه. یکی از جمله احسانات الله متعالی بود که غنیمت ها برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حلال شد و یکی از جمله خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نسبت دیگران بود. در اینجا الله متعال به خاطر که صحابه کرام هیچ نوع مشکل نداشته باشند معلوم میکنه که غنیمت اصلا برای کی تعلق میگیره و مالکش کی میشه. الله متعال تقسیمات غنیمت طور میکنه که پنجم حصه غنیمت ملک الله متعال میگردانه و بعد از او امو ملک الله متعال در بین طایفه هایی که الله در اینجا بیان میکنه 4 طایفه و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم است در بین ازیا تقسیم شود. اما 4 حصه باقی مانده او ملکیت امو غانمین است، کسایی که غنیمت گرفتن الله متعال بر ازوا سپرده. در اصل حقیقت خو مالک حقیقی الله متعال است. اگر از زمین است آسمان است اگر همه ملکیت ماست، اما الله متعال به طریق مجازن برای بندگان خود ذریعه ملکیت یا ذریعه ملکیت برش داده رایسته. از او خاطر کدام ملکیتی که در دسترس ما و شما قرار داره ملکیت موقتی یا مجازی برش بگوییم. این یکی از جمله احسانات الله متعال است. دادن این ملکیت مجازی برای بندگانش برای امتحان است که آیا از این ملکیتی که الله برش داده استفاده درست میکنه یا نادرست میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زکات و صدقات مردم برش جایز نبود که او را بگیره و بخوره، به خاطر که در حدیث او را اوساخ الناس گفته شده، یعنی چرک مردم. از او خاطر پیغمبر علیه السلام و خاندانشان از گرفتن صدقات و زکات منع شده. در اینجا که وقت نسبت امی ملکیت یا غنیمت به الله میشه اشاره به این میشه که اصل مال ملکیت الله است، از طریق الله برای پیغمبر داده میشه که شایبه صدقه بودن و این گپا موجود نیست. الله متعال از یک طرف اگر پیغمبر علیه السلام در حالی که همیشه مصروف جهاد و مبارزه است و هیچ اسباب معیشت و زندگی نداره، راه دیگری را الله برای گرفتن ضروریات خود منتخب کرده که از غنیمت پیغمبر علیه السلام باید 5 حصه را بگیره و بعد از او 5 حصه را خودی پیغمبر علیه السلام تقسیمش در دست عزیز. این تقسیم که به دست پیغمبر علیه السلام داده شده این ضرور نیست که بر 4 طایفه که موجود است بر ازوا بده و برابر بده، بلکه مصلحت دیده به لزوم دود اینمی 5 حصه را تقسیم میکنه. از امو خاطر مفسرین اختلاف به این دارن که بعد از وفات پیغمبر علیه السلام آیا حصه پیغمبر باقی است یا نه، حصه ذوی القربایش باقی هست یا نه. از امو خاطر علما اختلاف نظر به خاطر دارن که وقتی به ذوی القربا داده میشد به خاطر چی داده میشد، یا به خاطر قرابت بود یا به خاطر از اینکه وا فقیر بودن، یعنی ضرورت و حاجت برش دادن. کسایی که ضرورت و حاجت میگن و میگه که منسوخ شد دیگه باقی نمانده، چرا که حالی مسکین بودن باقی نمانده. اما کسایی که قائل به قرابت بودن بود علت شعور میدانه او موجود است. همین قول راجح هم است که او به خاطر که نصرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام معاملات مبارزه میکرد، از او خاطر از اینوی غنیمت برش داده میشد، چون زکات و صدقات هم گرفتن نمیتونستند. و دایی بنو هاشم و بنو عبدالمطلب یا شامل هستند. بنو هاشم خو خاندان خودی پیامبر علیه السلام است، عبدالمطلب خو یک کمی دورتر میشه
لیکن در جاهلیت و در اسلام این دو طایفه یا خیل از هم جدا نشده. از همون خاطر در محاصره اقتصادی که مشرکین مکه بالای پیامبر علیه السلام آورده بود، بنو مطلب هم در او شامل بود. از او خاطر اینمی خمس پنجم حصه به ذوی القربای اردو خاندان داده میشه، هم بنو هاشم و هم بنو عبدالمطلب، و این برای قرابت داده میشه. از او خاطری باقی مانده. خود تنهایی قدر است که پیامبر علیه السلام میبینه صلاح مصلحت و لزوم دیده. اینطور نیست ضروری سری پیامبر که به کلگی برابر بده یا به کلگی بده. نه، اگر یک طایفه را انتخاب میکنه یک طایفه، اگر دو انتخاب میکنه دو، کم میده یا زیاد میده، این کلش برای پیغمبر سپرده شده. لیکن 4 حصه دیگه که باقی است او برای غانمین است که خود قرآن او را واضح میکنه. و غانمین هم پیغمبر علیه السلام قانون گذاشته که کسی که اسب داره، سواری داره، برای از او 2 سهم است، و کسی که تنها بوده بدون اسب بوده 1 سهم بوده. پیغمبر علیه السلام بر علاوه از این یک چیزی که از مال غنیمت به طریق خاص گرفته میشد او را به نام صفی یاد میکرد، یعنی برگزیده پیغمبر. او هم میتونست پیغمبر علیه السلام از کل مال غنیمت یک چیز بگیره، اما به فرد هیچ کسی دیگری اینمی اختیار وجود نداره. از او خاطر مال غنیمت کسی اگر از پیشش ولو 1 سوزن باشه بدون تقسیم یا بدون اجازه، امیر چی میکنه؟ تا که او برش انعام مقرر نکرده باشه به طریق نفل، این غلول گفته شده. غلول از مفهوم خیانت کرده بسیار زشتر است، چرا که یکی خیانت در امور شخصی می باشه در مقابل یک فرد، یکی خیانت در مقابل کل ملت است. خیانت در مقابل کل ملت این امرش خیلی سنگین و زشت است. از او خاطر الله متعال غلول نفی کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هیچ جایی کار نمیکنه. از همون خاطر است که در عین میدان جهاد باید اینمی گپ مراعات شود که چیزی از مال غنیمت گرفته نشود. خب کی است که ایره سرپرستی بکنه که از مال غنیمت کسی دزدی نکنه، در حالی که در میدان جنگ انسان میتونه بسیار چیزا را از کافر بگیره و محض به زیر خاک کردن یا در یک جای گور کردن یک روز دیگه از او استفاده بکنه. ما گفتیم که قوانین نمیتونه انسان کنترل بکنه، بلکه چیزی را که انسان کنترل میکنه عقیده به الله متعال است. کسی که عقیده به الله داره او یقینا خود کنترل میکنه که در میتور موقع حتی 1 سوزن هم خیانت نمیکنه. اینی یکی از جمله هدایات زرین اسلام است که اول ذهن سازی میکنه، بعد از او را دستور میده که اینی کار انجام بده. و علمو بدانه به این خاطر است که شما یقینتان پیدا شود انما غنیمتم، آن چیزی را که شما غنیمت گرفته از غنیمتم معلوم میشه که همین مال در دسترس یا در ملکیت غانمین داخل شده و از کفار چیسته خارج شده. چرا کفار اینمی قسم معذب میشه که مالش غنیمت میشه؟ الله متعال برای هدایت انسان مراحل مختلف تعیین کرده، عقل برش داده، قوتهای درونی برش داده که تا تفکر بکنه، در فطرت شام عقیده اسلام گذاشته، نسب قرائن در بیرون در خارج برای شناخت الله و حق الله برشان گذاشته، و بعد از او برای رهبری و هدایت از یا انبیاء علیهم السلام هم روان کرده. زمانی که بعد از آمدن پیغمبران امی کفار یا راه و دعوت پیغمبران را قبول نکرد یا دیگه بغاوت و سرپیچی از نظام الله میکنه. از او خاطر کدام ملکتی که الله برش داده از یا سلب میشه، چرا که ملکت موقت بایی بود یا موقوف بایی بود که در زیر نظام الله زندگی بکنه. زمانی که کافر نظام الله را نپذیرفت آلی دیگه سلب، اینمی ملکتش سلب میشه، از او خاطر در ملکت مسلمان داخل میشه. و علمو بدانی انما غنیمتم، یقینا چیزی را که شما غنیمت گرفته من شیء، از هر چیزی که باشه. اول خود دما او عموم است، باز بعد از او که تاکیدش توسط من شیء میشه، ولو که خردترین چیز باشه ایرا کسی بی تقسیم قطعا گرفته نمیتونه. فان لله خمسه، یقینا خاص برای الله خمسه و 5 عزیز. اصلی نمی 5 ملکت الله میشه، به خاطر الله میشه، چرا که اصل فتح نصرت و کامیابیام از طرف الله حاصل شده، تنها مهارت یا چالاکی خودی مجاهدین نیست، الله توفیق داده. آلی وقت مستقیم به الله تعلق گرفت، الله و پیغمبر خود عطا میکنه
که بوی یا شمه از صدقه بودن یا زکات بودن درش موجود نشوه. ولی رسول برای پیغمبر علیه السلام است، یعنی تقسیمی از او سپرده برای پیغمبر شده. ولی ذی القربا برای کسایی هستند که اقارب و خویشاوندای پیغمبر علیه السلام است. ولی یتاما دیگه کسانی که پدرها را نداره، سرپرست نداره. ولی مساکین کسایی که ضرورت داره، مسکین، هیچ مال و متاع و اسباب و وسایل زندگی نداره. و ابن السبیل کسایی که بچه راستن، یعنی مسافر است که در وطن اگر چی مال داره خو آل فعلا چیزی قطش نیسته. از امی پنجم حصه باید برای پیغمبر علیه السلام اختیارش سپرده شده. این برای خود هم میگیره، برای اقارب و برای یتیما و مسکینا و ابن السبیل. شما میبینید که حتی در مال غنیمت هم اینطور بیان نشده که همین مال در یک جای دیگه بار کنه، مردم خبر کنه. نه، دین مقدس اسلام تمامی مصارف برای ما در هر موقع بیان میکنه. پس این مصارف که مردم از خود ایجاد کرده، مثل دی میلادآوری که امروز در چقدر مساجد شعله پخته میشه، مردم چکر میزنه، فقط میگه سیرت میشنویم، کلش دروغ است، واهیات است، بدعت است. تاسف در است که ملاهای بدبخت در تلویزیون و رادیو از پیش سوال میشه، الله یارا کور کرده، خودم ضمیرشان الله مهر نهاده که حقیقت درک بکنه. چی میگه؟ این نه فرض است، نه واجب است، نه سنت است، خو یک امر مستحسن است. ډوډۍ خوری را مستحسن کی دانسته؟ الله یا رسول الله. مستحسن خو یا الله یا رسول الله میدانه. تعجب دیسته پیش از این مردم اگر به استحسان مردم و عوام سعی بکنیم، بت پرستی مستحسن است بنزد بگو اکثریت نفوس جهان، دموکراسی بنزد اکثریت جهان مستحسن است، بلکه نه او را ضروری و واجبی میدانه. تو ملا زمینه را برای کافران برابر میکنی که علیه تو دلیل بگیره، خب ملا نیستی. افسوس که تو حدیث پیامبر را درک میکردی، حقیقت بعد از اون میفهمیدی. تاسف است اینطور کسا در این رادیو میایه یک رقم فتواها میده که عجیب فتوا هسته. اینطور نه واجب و فرض نیست، اگر نکنیم گناه نمیشه. خیر که گناه نمیشه دیگه چی به درد میخوره؟ او چی میشه؟ آیا در یک ساعت در یک چی میگه؟ اصل خویسته که سیرت رسول الله کل زمان شوه، خب مردم کل زمان نمیشنوه. او کسایی که خریج دو طایفه است، یک طایفه که ضروری میدانه و هم درست نیست که ضروری میدانه. نه او بچه بدبخت، تو اگر ضروری نه آیت است نه حدیث است، از کجا ضروری بدانه؟ او کسایی که من نمیکنم خوب نیسته، امی یک ساعت هم که سیرت رسول الله را بشنوه امیرم بند نکنه، خب بدعت است. مردم در گمراهی کشانده، تو تالی از مفاسدش خبر نشدی. مردم در تمام سال نماز نمیخونه، فقط میاد در میلاد شریک میشه، در زعم و گمان خودش کل گناه بخشیده شده، دیگه برو بخیر. اهل تشیع محرم بری خود فقط وسیله نجات دانسته، نه نماز نه روزه نه در قصهش نمی باشه. خب لیکن در روز زنجیر زده برو. خب از ما که خیلی زحمت میکشه، خود زنجیر خودم میزنه، لااقل خود خون میکنه و در روز میشینه. از ما چی کرد؟ بگوی در کل سال شوله پخته که خب به قدر و قیمت بخوشه، کل گناهت بخشیده شده. دومی تشیع ماستیم. افسوس است که حالی درک نمیکنه که چی گپ است. قرآن کریم در اینجا بر ما واضح میکنه که مال اهمیت داره پیش الله. یک گروپ هم باید اموتور بیجا مصرف نشه و کسی در این کدام تصرف خودسرانه قطعا نکنه. مال پیش الله اهمیتی بسزایی داره، اما در کجا مصرف شوه؟ در آن جایی که یقینا عقل انسان، وجدان انسان، طبیعت انسان و عادت و همه چیز رو تاکید میکنه. کیست که بگوید مسکین با مسکین داده نشوه، کیست که بگوید یتیم داده نشوه، کیست که بگوید با مسافر داده نشوه. افسوس است که این نکات عمده را این مردم فراموش میکنه، اما بازم شروع به این گپا میکنه. برای ما واضح میشه که حتی در مال غنیمت هم الله متعال امین مردمی به وضاحت فراموش نکرده، از مال غنیمت برش حصه مقرر کرده. ان کنتم آمنتم بالله، بله عملی کردن احکام الله متعال، رفتن به دستورات الله برای خود انگیزه طلب داره. تا که عقیده و انگیزه موجود نباشه هیچ کار عملی نمیشه. از او خاطر الله میگه اگر هست شما ایمان داره به الله متعال، تقاضای ایمان به الله این نمیسته که مطابق دستورات الله غنیمت ها تقسیم شود. و ما انزلنا، اگر شما عقیده داره به او کتابی که ما نازل کردیم علی عبدنا، بالای بنده خود، یوم الفرقان، در روز فرقان، یا او فتح و پیروزی، یا او حقانیتی که ما روان کردیم بالای بنده خود در روز فرق آوردنی. کدام روزی که در اونجا فرق آمد در بین حق و باطل که یوم بدر است. یوم التقى الجمعان، روزی که اردو لشکرها با هم
چی شدن؟ روبرو شدن، لشکر کفار و لشکر مسلمانان. چرا؟ اونجا اگر کسی عقیده به اینمی حقانیت داره که الله متعال نصیب پیغمبر کرد، او حقانیت کدام بود؟ یک لشکر کوچک بدون اسباب و وسیله در مقابل یک نیروی خیلی پرجوش و مسلح و با جوش انتقام و مدنی که الله متعال کلی از واره شکست داد، 70 نفرشان مرداد شد، 70شان هم اسیر شد. الله باز چی میگه؟ والله علی کل شیء قدیر. الله به هر چیز قدرت داره. الله قدرت داره که مناطق خیلی گسترده را و همچنان مردمی که خیلی لشکرهای قوی داشته باشه در زیر اسارت شما بیاره. الله قدرت داره. یک مفهومش است، یعنی شما آینده طمع فتوحات بزرگ داشته باشه به شرطی که این دستورات الله را شما عملی بسازی. دوم معنیش که والله علی کل شیء قدیر اشاره به است اگر تو در میدان جهاد مال غنیمت خیانت میکنی، این طرف میکنی، بدانی که الله قدرت داره که از تو باز انتقام بگیره. اذ انتم بالعدوة الدنیا، این علت دوم است. الله غنیمت ها را نصیب شما کرده، این به توفیق الله بوده و اگر توفیق الله نمی بود اسباب ظاهری برای کامیابی جنگ قطعا امرای شما موجود نبود. چرا؟ الله امون نقشه را آلی پیش میکنه. اذ انتم در آن وقتی که شما بودی بالعدوة الدنیا، دمو کناره که نزدیک به مدینه منوره بود، و هم امی کفار بالعدوة القصوى در کناره که دور بود از مدینه منوره. والرکب اسفل منکم، قافله و کاروان تجارتی کفار بر سرکردگی ابو سفیان اسفل پایین از شما منکم بود، یعنی تیر میشد در لب بحر که 3 میل از جای میدان جنگ شما دور بود. الله چی میفرمه؟ ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد، اگر مثل جنگایی که دیگه مردم ها در بین خود تاریخ مقرر میکنه و میگن که ما بین خود مبارزه داریم، اگر شما وعده میکردی، وعده جنگ مقرر مینمودی بنابر عادتهای سابقتان، لاختلفتم خامخا اختلاف میکردی فی الميعاد در وقت مقرر. چرا؟ حالتتان تقاضا میکرد که آماده به جنگ نبود. یک طرف ضعف خود میدیده، یکی خو اسلحه نداشتی، دیگه افرادتان کم بود، دیگه موقعیتتان درست نبود و یکی بنیتی جنگ نبرآمده بوده. جانب مقابل با یک نیروی قوی مسلح پرجوش آمده بود، موقعیت جنگی خوب هم اختیار کرده بود. اگر این گپ مثل که در جنگای دیگه در تاریخ مقرر کردن سپرده میشه که کی بین خود جنگ میکنیم، نه و آماده می بود و نه شما آماده به خاطر نمی بوده که خود ایج وقت مقایسه با امرای از و نمی کرده در کمی و در کمی اسلحه و در کمی افرادتان. و چرا اختلاف میکردن؟ الله متعال در قلب از و رعب مسلمان ها را انداخته بود و ما آماده نبودن که جنگ بکنه. اما چی شد؟ ولكن لیقضی الله، لیکن الله فیصله کرد امرا یک کاری را که غلبه مسلمان ها بالای کفار بود. امرا کان مفعولا که بود شدنی، کدام چیزی که شدنش منظور شده بود پیش الله، الله او را فیصله کرد. لیهلک من هلک عن بینة، که هلاک شوه آلی اگر کسی در گمراهی و کفر خود برقرار باقی میمانه. این برقرار ماندن هم چیست؟ عن بینة، پس از چی است؟ وضاحت دلیل است، صداقت اسلام برش واضح شده، حقانیتش معلوم شده، بازم در حالت کفر باقی میمانی. این هلاک مراد از پیشش نیست که بمره، نه، اگر معنای مردن هم است، لیکن اصل راجح است که در کفر و گمراهی باقی بمانه، اینمی به دلیل مانده. و یحیی من حی عن بینة، کسی که اسلام هم میپذیره دیگه او زندگی بکنه، حیات برای خود حاصل بکنه، عن بینة به دلیل واضح که برش حاصل شده. و این الله، یقینا الله متعال سمیع، شنونده است فریاد شما را، دعاهای شما را، علیم میدانه که چی کسی به زبان خود چی کلمه را میاره، در دل خود چی نیت اراده را داره.